سلام، من یکی از ساکنان پایتخت هستم و از زیبایی‌های کشور خویش همیشه می‌بالم و شادکام و فرخنده می‌گردم و امید دارم که شما نیز مردم کرغیز از این استقلالیت خویش می‌بالید و همیشه شرفیاب می‌گردید. متأسفانه روزهای اخیر حادثه‌ها و درگیری‌های نافرمانی به وجود آمدند که بین ملت قرغیز و تاجیک نافرمانی و درگیری‌ها به وجود آورد. تاریخ گواه است که خلق تاجیک طول عصرها با همدیگر زندگی کرده و حیات به سر بردند. روزهای غم و شادی‌شان را با هم سپری نمودند و این روزها تاریخ و فرهنگ این دو ملت به هم تحت توأم است. چیزی می‌شود که به خاطر خشنود نمودن یکچند دشمنان اجنبی خویش به همدیگر سنگ پرتاب می‌کنند. من همچون جوان، همچون شهروند جمهوری تاجیکستان، همچون ساکن پایتخت راه حل این مسئله را نه در خونریزی و کشتار می‌بینم، بلکه راه حل این مسئله را در مذاکرات بین حکومت بین دو کشور می‌بینیم. بگذار در سر یک سفره نشسته این مشکلات را، این قضیه را بین خویش حل نماییم. این معنی آن را ندارد که ما مردم تاجیک ترسو هستیم. ما مردم تاجیک مردم پرطاقت و تحمل پذیر هستیم. میخواهم یک چیز دیگر را تاکید نمایم که مردم شهر اسفره شما رو افتاده نگردید. ما جوانان همیشه با شما هستیم.